این هفته خبر تو خبر داره براتون از آوار تحریم‌های جدید رو عمامه عظما و اوباش سپاهیش که میره تا دمار از روزگارشون در بیاره. مجلس نمایندگان آمریکا با بیش از 2/3 کل آرا طرح جامع تحریم‌های ایران رو تصویب کرد. این طرح نسخه اصلاح شده طرحی است که پیش از این با هدف تحریم ایران و روسیه در سنا تصویب شده بود. طرح جدید موسوم به قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها با 419 رأی موافق و 3 رأی مخالف تصویب شد. سارا سندر سخنگوی کاخ سفید هم گفت ترامپ از تحریم‌ها ضد ایران، روسیه و کره شمالی حمایت و کاخ سفید هم مصوبه مجلس نمایندگان را بررسی می‌کند. بله، ابوطیاره سپاه داشت تو جاده تروریست پیش میرفت که یه همچین اتفاقی براش افتاد. بلاها در حالی بر سر عظما اومد که دعوای سپاه و شیخ فری هم ادامه داره و کفر پاسدار سلیمانی رو هم در آورده. نباید ما صحبت‌های گوناگون سپاه را مورد حمله قرار بدیم. نباید تداعی حرف‌های دوره‌های گذشته را بکنیم. من والله به عنوان سپاهی نمیگم. سپاه را با من شخصی مقایسه نکنید. من عیب دارم. من را هدف قرار بدید، نه سپاه را. سپاه امروز سینه‌اش سپره. منتها افعی سپاه این روزا به قدری گیج و ویژه که نمیدونه کی رو باید نیش بزنه. از اون طرف کویت هم بساط تروریسم آخوندا رو به هم زد تا به این ترتیب گام دیگه‌ای در راستای چیدن دم آخوندا تو منطقه برداشته بشه. صبح امروز وزارت خارجه کویت با احضار سفیر ایران در این کشور به طور رسمی کاهش تعداد دیپلمات‌ها و بستن رایزنی‌های فرهنگی و نظامی ایران رو ابلاغ کرد. طبق این تصمیم فعالیت کمیته‌های مشترک بین دو کشور هم به حالت تعلیق در میاد. عظما باید منتظر باشه که کشورهای دیگه منطقه هم همین بلا رو سرش بیارن و جایی برای دخالت‌ها و سرک کشیدناش باقی نذارن. یکی دیگه از بحران‌های نظام در هفته گذشته کشمکش بر سر کابینه شیخ فری بود. هم به رئیس جمهور محترم هم به مجلسیان گرامی، ما کابینه‌ای می‌خواهیم کار کنه برای مردم. قرآن و روایات به شما میگوید 2 معیار رو در نظر بگیرید. 1 تعهد، نمیشه کسی که در اون جایگاه قرار گرفته تعهدش به دین ضعیف باشه. 2 لیاقت و توانمندی. بله، دلواپس و دلارام از دو طرف افتادن به جون همدیگه و ولکن قضیه هم نیستن. شیخ فری هم لحاف ملا رو 2 دستی چسبیده و دنبال سهم بیشتره. متن و حاشیه صحبت‌های امروز رئیس جمهور درباره کابینه دولت 12، نظرخواهی از جناح‌های مختلف در چیدمان، مسئولیت‌های رده بالا در اختیار اونها که 24 میلیون رأی آوردن. اگرم کسی خواست برای ما حاشیه‌ای بسازه، ما تو همون متن حرکت بکنیم، تو بانی که ما داریم حرکت میکنیم همون رو باید ادامه بدیم، انشالله به مقصد میرسیم. این هم شمه ای از تلاش شیخ فری برای رسیدن به مقصد. البته نوچه‌های عظما بیکار ننشستن و از هر فرصتی برای حالگیری از شیخ فری استفاده میکنن.
اخیراً قوه قضاییه پیگیری پرونده برادر رئیس جمهور جناب آقای حسین فریدون را آغاز نموده است. نکته دیگر در مورد پرونده برادر رئیس جمهور مسئله تحصیل ایشان در مقطع دکتراست. مسئله دیگر در زمینه تخلفات علمی موضوع رساله دکترای آقای روحانی است. اسناد این تخلف و اعتراض کسانی که از آنها تقلب شده است به مراجع ذی صلاح داده شده، اما اقدامی صورت نگرفته است. خلاصه این که نظام ولایت نگو، باغ وحش بگو. این گوش اون رو گاز میگیره، اون دم این یکی رو میگیره. تو این مدت انواع و اقسام تفسیرهای آخوندا از فضای مجازی رو شنیده بودیم، الا تفسیر فلسفی که اون هم رونمایی شد. آیا با تسخیر هویت انسان توسط فضای مجازی، یعنی این که بگیم فضای مجازی ما رو بازیگر قرار میده، نقش به ما میده و بعد به ما این فرصت رو به ما میده که حرفامون رو بزنیم، نشر بدیم و استفاده ببریم، این یک بخشی از فضای مجازی است. فرایند فضای مجازی به اعتقاد این کمترین تسخیر انسان است. حالا برای اینکه با تسخیر انسان توسط فضای مجازی مقابله کنن، رفتن تو کار تولید بازی کامپیوتری برای انسانکشی تو سوریه. لذت مبارزه با تروریست ها در فضای تلفن همراه. چند بازیساز دغدغه‌مند کشورمون آتش به اختیار یک بازی موبایلی ساختند که به بازیکن این امکان رو میده تا مثل یک مدافع حرم به مواضع تروریست‌های داعشی و حامیان غربی و عربی اونها یورش ببرن. محصولی تولید کردیم که مخاطبین ما با فعالیت‌های اینا آشنا بشن و حالا ما بتونیم این فعالیت‌های تروریستی رو به مخاطبین جوان ما که به بازی علاقه دارن نشون بدیم. این بازی با وجود گرافیک بالا و نمایش سه‌بعدی تصاویر حس تک‌تیرانداز بودن در عملیات نبرد رو به خوبی القا میکنه و از مزیت‌های دیگرش اینه که با اشغال حجم کمی از حافظه گوشی به صورت آفلاین هم روی گوشی‌های اندرویدی قابل اجراست. بابا این جنگولک بازی‌ها چیه؟ الان پاسدارا از همین بازی هم میترسن. بازی چیه؟ از سایه خودشون هم میترسن. این جوجه بسیجی مثلا تئوریسین هم یه تفنگ اسبابازی ساخته، هی تبلیغش رو میکنه. باشه بابا دیگه فهمیدی به خدا. چی میگه نمیشه؟ من کردم شد. مؤسسه فرهنگی و هنری اسلحه طراحی کرده. مجبور شدن بچه‌هامون یه دستگاه CNC 4 محوره ساختن، با همون تراش بدیم. دستگاه 4 محوره ساخت مؤسسه فرهنگی و هنری. اونا که میگن نمیشه، مال این حرفا نیستن. چون این کاره نیستن، چون شیکم گنده کردن، نشستن چپیدن، نمیفهم فرق آهن و مس هم چیه، میخواد بیاد بگه برای من تعیین بکنه مهندسی چیه. داستان ساخت این اسباب بازی و ادعاهای بسیجی‌ها یه چیزی تو این مایه هاست. و 8 ساله که این آخوندا دارن به اسم حجاب مردم آزاری میکنن. آخرش هم خودشون اعتراف میکنن که هیچی به هیچی. ما تقریبا در تمام این 3 دهه یا 4 دهه گذشته به تعبیر درست ترش اقدام درست، کامل، همه جانبه‌ای در مقابل پدیده بدحجابی نداشتیم. اقدامات معمولاً مقطعی، زودگذر، تک‌وجهی و غالباً هم با نگاه‌های بازدارنده و انتظامی و قضایی همراه بوده و کمتر سابقه یک کار فرهنگی عمیق و ریشه‌دار و دنباله‌دار داشته. این حرف کارشناس آخوندا من رو بی اختیار یاد این صحنه انداخت.
باز هم تیویریش و سریال سوتیهاش. حریم تو نیست. رئیس مذهب ما در بقی ویران. که نمیشه فرماز قاضی زاده در امروز دردانه‌های وطن در آغوش مادران چشم براهشان آرام گرفتند. در پایان توجه شما رو به یه ابتکار جالب تو این هوای گرم جلب می‌کنیم. بی خود نیست که میگن محدودیت خلاقیت میاره.